نرم افزار، گوشی دیگران، کامپیوتر دیگران، کامپیوتر خودت، تلفن خودت را کنترل کنی. اطلاعات مثل آهنگ، عکس، ویدیو را انتقال بدی به راحتی و سرعت بالا. تا آخر ویدیو همراه باشین، لایک کنن، شیر یادتون نره، حمایت کنن. جانم هستین. لیتس گو. پس از نصب نرم افزار که یک محیط بسیار ساده داره، یک عدد نو رقمی روی صفحه میبینید که آدرس مخصوص تلفن شماست. اگر کس دیگه که نرم افزار در تلفن خود نصب داشته باشه، آدرس شما رو داشته باشه، تلفن شما رو به راحتی کنترل میکنه و برعکس شما میتونید تلفن از رو کنترل کنید. در قسمت بالا اگه شما آدرس رو نوشته کنید، در پایان تمام دستگاه لیست میشه کسایی که از این آی پی استفاده میکنن. در قسمت سه تا خط بالا شما وارد قسمت تنظیمات میشین که میتونین کارهای فوق العاده بکنین. من از عکس از این نرم افزار استفاده کردم برای آموزش، به خاطر که احتمال بلاک شدنش هست. روی سه تا خط که شما اینجا کلیک کنین، در قسمت آلیانس ولن که اینجا شما کلیک کنین، میتونین ایمیل بتین و از طریق ایمیل های دیگران یا کامپیوترشون رو کنترل کنین. لایک کنین، شیر یادتون نره، حمایت کنین. جانم هست.